شما دوستدارانی که منو دوست دارید و سایت های کسب درآمدی رو در واقع دوست دارید، زبونم هم یه عذرخواهی میکنم. امروز میخوام یه سایت در واقع کلیکی رو بهتون معرفی بکنم که درآمدش دلاریه. از ویدیو قبلی استقبال بسیار خوبی شد، یعنی دوست دارید درآمد دلاری داشته باشیم. سعی کردم دوباره ویدیو بگیرم، میریم خیلی سریع آموزشش رو ببینیم. فقط قبلش حمایت یادتون نره، دوستتون دارم، بریم که داشته باشیم. سریع حمایت یادتون نره. ببین اگه نباشه دیگه ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم. بریم که داشته باشیم، یه ثبت نامی داشته باشیم و معرفی کنیم چجوری میشه ازش در واقع درآمد کسب کرد. خب همینطور که میبینید این بالا الان من برای شما حالا چیز میکنم که ببینید آدرس سایت رو، چون فکر نکنم بشه گذاشت آدرس سایت. حالا شاید تونستیم بزنیم اگه یوتیوب گیر نده. آدرس این بالا میتونید یادداشت کنید یا اسکرین شات در واقع بگیرید. حالا کلا میخوام بگم صفحه اصلی سایت همینه در واقع. کلیکس تو یو اسم سایت هستش که برداشتش، حالا چون میدونم عاشق برداشت هستید، در واقع برداشت میتونه از ارزهای در واقع رمز ارزهای دیجیتال باشه به اصطلاح، و همینطور در واقع پیر، که پیر هم در واقع حالا به اصطلاح کیف پول پیر اصلا کاری هم نداره، یعنی ساختنش و اینها. حالا سعی میکنیم آموزشش هم در واقع بسازیم، ولی آموزشش تو یوتیوب هست، بخواید آموزش ساخته کیف پول پیر هم در واقع ببینید. خدمت شما عرض کنم یا برداشتش، بعد برداشتش هم برامون راحته. درآمد از این سایت دلاریه. تا الان درآمدی که همه مخاطبایی که توی این سایت داشتن انقدر دلار بوده که این بالا درآمد دارین مشاهده میکنید. تعداد ممبراش انقدر بوده، به تعداد کم نگاه نکنید. سایت معتبره، اینو من بهتون بگم. ولی حالا این سایت میتونید در واقع تبلیغات بهش بدین، تبلیغاتتون رو بکنید. حالا اصلا ما کاری به اوناش نداریم، ما فقط میخوام ازش درآمد داشته باشیم. به هیچ عنوان من اینجا اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم بخواید تو این سایت سرمایه گذاری کنید. ما فقط میخوام رایگان مفت پول در بیاریم، خب یه چیز دیگه یاد دوستانم، آقا ما انگلیسی بلد نیستیم. یه کلیک راست رو اینجا بزنید، ترنسلیت تو فارسی رو بزنید. حالا اگه اینجا فارسی نبود میتونید زبون رو انتخاب بکنید. چجوری انتخاب بکنید؟ این الان نگاه کنید فارسی شد. میان روی 3 نقطه میزنید، بعد روی اینجا choose another language رو میزنید و اوکی. مثل من که حالا زبانم خوب نیست، اینجا کلا توضیحات فارسی میتونید ببین. فارسی روون بهت نمیگی، ولی خب یه چیزی حالیت میشه دیگه. من برش میگردونم چون واقعا اصلا اینجا حالت خیلی بد میشه. مثلا یه موقع یه چیزی رو من بهتون نگم ولی به موقعش فارسی میکنم براتون که ببینید. اولین کاری که میکنیم روی این کلیک میکنید ریجستر، خب یا مثلا نیو اکانت یا حالا هر چی اسمش هست تو بقیه اکانت. خب چی میخواد؟ یه فول نیم میخواد. حالا هر چی میخوایم بزنید. مثلا ما میزنیم حالا هر چی، مثلا میزنم چه اینجوری نوشتم ممرزا، سری میزنم براتون دیگه. این ممرزا بزن 3 تا، حالا چند تا شارده. خب حالا مهم نیست. اینجا ایمیلمون هم میزنیم، آموزش همون چیزمون رو میزنیم. دوباره یه دونه دوباره ایمیلمون رو بزنیم. خب من کاری ندارم، من چون حوصله تایپ زیاد ندارم اینو کپی میکنم. دوباره اینجا بعد ایمیل تکرار بشه. یه یوزر نیم میخوام. این فول نیم با یوزر نیم فرق داره، میدونی چی بهتون میگم؟ حالا اینجا نمیدونم چرا دوتاشو خواسته، ولی خب میزنید. مثلا من اینو میزنم به اصطلاح، یا مثلا میزنم این، یا مثلا اینجوری بزنم، یا آره مثلا حالا اینو بزنم. حالا پسوردم یه چیزی رو در واقع انتخاب میکنیم، پسورد. حالا اینجا بهتون پیشنهاد میده، خب ولی مثلا من میخوام خودم بزنم. میزنم اینجا، بذار خودم انتخاب کنم. اینجا یه دونه یه چیزی انتخاب بکنم و خدمتتون عرض بکنم که ببینیم بعد چیکار بکنیم. یه ذره سریع دارم میزنم. یه ایمیل خوبم بدید دیگه، یه چیزی ساده ندید، یعنی یه حروف بزرگ توش، حروف کوچیک باشه، اعداد توش باشه، اینجوری پسورد رو بنویسید دیگه. اینجا خب یه
تصویر امنیتی وجود داره که حالا کوچیک بزرگیش فرق نمیکنه، همه رو با کوچیک بنویسید بره. خدمتتون هست اینجا تیکش رو باید بزنید و ریجستر رو بزنید و تمام. آقا اینجا نگاه کنید، این پیغام میاد، یعنی به اصطلاح اکتیو شد. میگه بعد یه سر بزنی کجا؟ این باکس همین ایمیله. خب من حالا میرم یه سر بزنم این باکس همین ایمیلم برای اینکه تایید بکنیم، وریفای بکنیم در واقع اکانتمون رو، باید این کار رو انجام بدیم. چیکار باید بکنیم؟ حالا اینجا من میرم توی جیمیلم و این کار رو انجام میدم. خب اینجا میگه اینو میخوای سیو کنیم، میگم آره سیوش کن. میام اینجا ببینم اومده ایمیلش، چیزیش اومده نه، میکنم از شما دوستان عزیز. خب اومده دیگه اینا از کلیک استودیو. خب اومده، میزنیم. خب رو لینکی که گفته رو در واقع میزنیم، لینکی که به ما داده روش باید کلیک بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ ها دوستان نگاه کنید، یه اکتیویژن آیدی میده که اینه. خب اینو شما اینجا یه کپی داشته باشید ازش. خب یعنی از اینجا تا اینجا من یه کپی کردم ازش. خب یه چیزایی مثل اعداد و حروفه، این پایین کپی میکنید. خب نوشته اکتیویژن آیدی، چون من الان اینجا به خاطر چیز امنیتی نمیتونم آیدی اکتیویژن آیدی خودم نشون بدم، اونو کلا بیاین کپیش بکنید. حالا رو چی باید کلیک بکنید؟ روی اون لینک اولی که گفته دیگه، رو اینجا روش کلیک بکنید. من روش کلیک میکنم، وارد صفحه میشه. خب الان اوکی شد. خب اینجا از من در واقع یه اکتیویژن آیدی میخواد. اکتیویژن آیدی رو اینجا چیز میکنم، بعد روش اینجا اکتیو میزنم. وقتی اکتیو زدم تموم شد، میگه ویلکام تو، یعنی خوش اومدید به سایت ما فلان و یه. حالا داستان چی باید چیکار کنیم؟ ببینید دوستان، من اینجا میزنم بیام تو صفحه اصلی. خب که دوباره اومد بیرون. خب اشکال نداره، من رو لاگین دوباره کلیک میکنم. خب اینجا دوباره بحث امنیتی شد. من ثبت میکنم اینجا وریفای رو بزنم. من ببین بدون فیلتر شکن میاد این سایت، مشکلی نداره، ولی واسه دیدن یه سری تبلیغات کلیکی کارهای در واقع اینجوریش، در واقع که شما باید وی پی ان روشن باشه، خیلی بهتره به نظر من. خب حالا مهمم نیست. من اینجا واسه در واقع لاگین کردن دوباره خدمت رو عرض کنم، دوباره یوزر پس خودم رو میزنم، وارد میشم، اینجا لاگین میکنم، ثبت میکنم تا حالا این چیز بشه، وارد بشه. خب اینجا یه سری چیزای توضیحی داده که میگیم برو به درک. خب اینجا توضیحات نکن، بالانس چیز خوبی اومده، تا صفحه خوبی اومد، میخواستم توضیح بدم بهتون. قسمت بالانسی که شما مشاهده میکنید درآمدی که در واقع اینجا هم که مثلا حالا ویدرو هیستوریک، یعنی همون پولی که ازش برداشت کردی و فلان کردی و اینا. پوینت هم که امتیازتونه. اینجا هم بحث رفرال گیریاتونه که حالا رفرال من کسی حوصله رفرال گیری نداره، میدونید داستان اینه. بالانس اینه، اینجا نگاه کنید، یه جاش نگاه کنید بیام پایین‌تر، اینجا یه جا پولتون رو نشون میده، یه جا پول تو بازیتون رو نشون میده، یه جا برداشتشه. خب حالا داستان چجوریه؟ داستان چجوریه؟ اینجا هم رفرال هایی که چیز کردینه، اصلا مهم نیست به نظر من. این کاری که شما باید بکنید بسیار ساده. اینجا من فارسیش هم بکنم به شما یاد بدم اینو ببینید، برای اینکه بهتر ببینیم و چیز سر کنیم. حالا اسمش شاید عجیب غریب باشه. روی قسمت اولی فارسیش کردم که ببینید کسب درآمد، از اینا میتونید کسب درآمد بکنید. خب میشه کسب درآمد، لایت کوین میتونید لایت کوین به دست بیارید، تلویزیون هم چی وجود داره، یا این وجود داره، هر چیز دیگه، یا اینجا یه سری چیزا وجود داره دوباره میتونید.
یعنی این دوتا ستون شما میتونید در واقع چیکار کنی؟ پول باقیش دیگه نه دیگه رب نداره دیگه، چون با ما تبلیغ کنی و فلان این حرف. اوکی، پس برای اینکه میخوایم الان کار رو انجام بدیم داستان چه؟ اینجا هم برداشت داره. خب برداشت هم میخوایم بزنیم، میزنیم برداشت. حالا برداشتش هم نشونتون بدم. قسمت برداشت، حداقل برداشت ببین اینجا الان فارسی بشه من بهتون حداقلش 10 سنت فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یعنی مینیمومش، مینیمومی چیزی که زده. فارسی میکنم تا بهتر بفهمیم. نوشته الان موجودی کافی نداری و حداقل برداشت درسته، حداقل برداشت اینقدر دلاره. اوکی، به راحتی تمام. آقا این سایت خیلی راحت، یعنی به اون درآمده میرسی، اونقدر سخت نیست که مثلا بگم و مثلا من الان بیام روی یکیشون کلیک کنم، مشاهده تبلیغات مثلا میخوام این کارو شروع کنم، بعد بیام روی نشه بازی مانی. خب روی این بعد کلیک کنم میام. خب اینجا گفته برای اینکه بخوای بری مرحله بعد پیج برات باز بکنه، یه اینجا باید چیزو بزنم، اینو رد بکنم، عکس امنیتی رو بزنیم و رد بشیم. میزنم رد میشیم. خب آقا اینجا اومدیم ما. خب واسه دیدن هر کدوم از اینا رو اینجا کلیک میکنید. خب کلیک میکنید تموم میشه میره. اوکی، چیزی هم اون مبلغی که به اصطلاح دهم صدم دلاری، هزارم دلاری هم که در واقع میخواد به شما بده اینجا میگه و چیزی نیست دوستان. سریع به راحتی شما میتونید اینو پر کنید، درآمدتون رو به دست بیارید. تبلیغات دیدنش اصلا کاری نداره، میتونید پول در بیارید. چیکار میکنیم؟ ما رو اولیش میزنیم، رو اولیش کلیک میکنیم، به راحتی تمام. این بالا رو میبینید نمیشه wait please، این پر میشه به راحتی. این که پر شد دیگه چیه؟ برمیگرده تو سایت اصلی، میبینید که به درآمدتون در واقع اضافه شده. حالا عذرخواهی میکنم اینجا الان انگلیسیتون که خوب نیست، میگه چیکار کن؟ میگه اون عکسی که برعکس شده. الان شما تو این تصویر به نظرتون حالا سیاه سفیدی و رنگیشو کار نداشته باشه، به سیاه سفیدی رنگی در واقع عکسا چی برعکس شده؟ خب میگیم آقا این برعکس شده. چون موس منو دقت کنید کجاست، اینه. روش کلیک میکنم و تمام. تیک و زد و تانکیو و واچینگ زد، کار تمومه. چی میشه؟ اینو زد، پنجره رو میبندی، یعنی این تبی که باز شده رو اینجا میبندی، میری تو سایت اصلی. اینجا الان میگیم آقا چیزی اضافه نشده، چیکار کنی؟ یه رفرش میزنی همین صفحه رو، اینجا یه رفرش میزنی، اینجا برات نوشت. چی نوشت؟ آقا این انقدر میخواست بهت و داده. اینجا ناکنید به درآمد من در واقع اضافه شد. خب میام بعدی رو میزنم، دوباره رو این کلیک میکنم، تبلیغات به منه. حالا این یه بحث درآمدشه که شما میتونید درآمد داشته باشید و راههای دیگه هم داره که خودتون باید تست بکنید. دو تا ستونی که درآمد میتونی ازش کسب بکنی رو من بهت گفتم آجی. خب حالا من سعی میکنم خودم به اون درآمده برسم، برداشتش هم به شما در واقع بگم. حالا دوباره اینجا اومد عکسی که برعکس کدومه، میگیم آقا اینه. دوباره میزنه thank you for much. به همین راحت فکر نکنم در واقع زمان زیادی رو از شما بگیره. دوباره من میبندم اینو، دوباره به من میگه آقا من دادم به شما. اینو میزنم رفرش میکنم، درآمد دوباره چی بهم اضافه میشه. خب بیا ما هم بررسی کنیم. این فقط یه قسمتی از سایت بود داره و ببینید چقدر اینجا چیز میز کار هست که شما میتونید در واقع بزنید. همونطور که مشاهده من فکر میکنم هر 2-3 ساعت این دوباره یعنی میاد براتون. خب یه چیزی که قبلا تست کرده بودم خدمتتون عرضم که این داستانش به همین طریقه. مثلا من میام اینجا دوباره فارسی میکنم، یه بخش دیگه هم من به شما نشون بدم که وقت ویدیو طولانی نشه. اینجا الان اومده بودم مشاهده تبلیغات رو زدم، یا مثلا اینجا تلویزیون بیکس پوینت که مثلا دارم میزنم. خب دوباره مثلا میتونید روی این کلیک کنید و کارهایی که میخواین رو انجام. حالا این ارور داد بسته به میگم وی پی ان و این داستانا داره که میزنه. حالا من یه چیزای دیگه شو مثلا میزنم،
اینو مثلا میزنم. خب یا هر کدوم رو باید تست کنید. توی همه اینا در واقع شما میتونید کسب درآمد. این که برای من الان نمیاد دوستان، من فکر میکنم وی پی هم خوب نیست. خب یعنی باز نمیکنه. وی پی تو خوب باشه در واقع برای شما باز میکنه همه اینا رو. متاسفانه برای من فعلا باز نمیکنه بیشتر چیزاشو، ولی خب کار میکنه دیگه. بخوام به من از این سایت در واقع در آوردم. یعنی اینجوری نیست که من بیام مثلا شما بگم آقا یه سایتی بهتون معرفی دارم میکنم مثلا اصلا پول نمیده فلان نمیکنه. نه دوستان، پول میده، ما امتحانش هم کردیم آقا و در آوردیم ازش پول. خدمت شما عرض کنم که آره ببینید اینجا الان آی پی رو بلاکر میگن یه وی پی ان خوب میخواد یا اصلا ما فکر کنم وی پی ان رو خاموش کنم اوکی بشه. پس این کار رو انجام بدید، درآمدش خوبه، درآمدش فوق العاده خوبه. خدمتتون عرض کنم که همین این آموزشش بود. امیدوارم که از این آموزش در خوشتون اومده باشه.